د روږديتوب تیاره شپه او د امید روڼ سهار. د بدخشان او جرجان ولایتونو دوه اوسیدونکي امان الله او خان محمد نږدې 15 کاله د احتیاط په تیاره نړۍ کې له خپلو کورنیو جلا پاتې وو. د ژوند هره شیبه یې د درد، یوازیتوب او ناامیدۍ یوه اوږده کیسه وه، خو هره تیاره شپه د روڼ سهار ځای نیسي او د دوی کیسه هم د هیلو، بدلون او نوي ژوند د رڼا له لارې روانه شوه. جمع‌آوری گرفت ما را آورد این کمپ. این به مدت 3 سال است که در کمپ آغوش هستیم. شکر فضل خدا ساعت کامل پیدا کردیم. جمعیت بود قد اندیولا زیر پل بودیم. مقصد اندیولا هر شب یک دو تا سه تا میمرد. قصهش کسی نبود. گشنگی بود، تشنگی بود، کسی در غم مردم نبود. زمان جمهوریت سیگریت میزدیم، نسوار میزدیم، مایده آغوشته شدیم با مواد مخدر. قای اندیولا نام امان الله است، از ولایت بدخشان، ولسوالی درواز. مدت چند سال است به مواد مخدر آغوشته شدیم. در زمان جمهوریت به این مواد آغوشته شدیم. شروع کردیم تا زمان امارات اسلامی. در زمان جمهوریت سیگریت میزدیم، نسوار میزدیم، مایده آغوشته شدیم به مواد مخدر. قای اندیولا. بعد از این چند سال تیر شد که امارات اسلامی آمد، جمع‌آوری گرفت ما را آورد این کمپ. این به مدت 3 سال است که در کمپ آغوش هستیم. شکر فضل خدا ساعت کامل پیدا کردیم، جور شدیم. مالی یعنی پدر ما آمد از وطن بر رضای خدا. دیگه زمان جمهوریت تا زیر پول بودیم. یک جای مردار جای بود، چند جای نبود که انسان زندگی کنه. شکر فضل خدا زمان امارات آمدیم. 5 وقت نماز خدا میخوانیم، قرآن کریم خواندیم. در مدرسه شروط صلات، قدوری، خلاصه، نور الظلام هم درس خواندیم، هم دیگران را درس آموختیم. احساس خوب، احساس خوشی داریم از امارات اسلامی که شکر فضل خدا خوب خدمت میکنه با ملت افغانستان. دیگه جهان سپاس، تشکر میکنم. یعنی که میریم طرف خانه قمرای پدر خوش هستیم. یک جهان سپاس از امارات اسلامی افغانستان. تشکر میکنم از مؤمنیت مواد مخدر که این همه زحمت کشیده در این راست. یک جان سپاس. پیام همی است که کسی که سیگریت میزنه آخر عاقبتش اینمی است که با مواد مخدر آغوشته میشه، دنبال اینمی کارا نره. این از مثل ما مردم ببینه تلویزیون پند بشه برای نسل جوان، نسل آینده افغانستان که دیگه اینمی کارا رو نکنن. اسمم آتش از ولسوالی درواز، ولایت بدخشان. چند وقت میشه و چند ساله که بچه ما ایبرمون جدا شد، گم شد دیگه. هیچ سر صداش ما نشنیدیم. و وقتی تیر شد بعد از او چند روز میشه که ما ایرا در راپوش کشف کردیم، گیرش کردیم در پل چرخی. از طریق نامید اسلامی این در نامید نگاش کردن، هم قرآن از سرش خوندن، هم چند کتاب از سرش خوندن، یاد کرده. وقتی که خبر شدم بسیار چیز یاد برای ما آمده. این باز قطعی جوره هستیم، گپ میزنیم. اسلامی یک جان تشکر از امارت اسلامی افغانستان که این زحمت برای افغانستان میکشه که تمام اینجا نفوس بینی او شایسترت میروه که اینا زحمت میکشند به خاطر افغانستان، ملت افغانستان زحمت میکشند، نگهبانی میکنند، جور میکنند. بسیار تشکری زیاد. خداوند تا هر وقتی که افغانستان است امین اسلامی جای به جای باشه پروردگار. امارت اسلامی که نفر نیست که با مثل جمهوریت سابق خوارین در پشت غریب غرابات وطن کشور یا دل بسوزونه. این حال ببین که تمام سری این با خبر است زحمت میکشه. خداوند تا وقتی که دنیا هست که یا هستن همه قراری و اسلامی باشه پروردگارا و رب العالمین.
امان الله د بدخشان له لرې پرتو سیمو څخه و او د احتیاط له سختو ورځو اوږده تجربه درلوده. د ژوند هر ګام یې د ستونزو، یوازیتوب او ناامیدۍ ډک و، خو د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینیت او د آغوش 15,000 بستریز روغتیایي کمپ د هڅو په مرسته امان الله ورو ورو د ژوند رڼا وموندله. د اوږدې او سختې درملنې وروسته هغه اوس بشپړه روغتیا لري او د نویو هیلو سره خپلې کورنۍ ته بیرته راستون شوی دی. اسمان خالمحمد ولد محمد مراد ولادیت غلام حیدر ولایت جوزجان قریه جغسای بودیم یک وقت. یعنی بعد از کوشش کردیم اینجا رفتیم ولسوالی قشتیپه رفتیم. بعد از باز سلسله به سلسله مقصد یک دو سیگرت هم تو کشیدیم. باز مایده قد تا اندیال سر خوردیم. اینجا آمدیم در کابل آمدیم. مدت 4 سال 5 سال میشه اینجا خواب بودیم. باز دیگه آورد دیگه یعنی کمپ آغوش. ما مردم خوش هستیم، بسیار خوش هستیم از دست امارات، خیلی خوش هستیم. یعنی ما مردم خوب هم مدرسه دینی میخونیم، هم یک چیز یاد گرفتیم، هم خیاطی یاد گرفتیم. خیاطی یعنی که کاشت بدوزی اینا را یاد گرفتیم. انشالله بسیار خوش هستیم از پیش اینا. وقت جمهوری چی بود؟ جمهوریت بود. قد اندیولا زیر پول بودیم. مقصد اندیولا هر شب یک دو تا سه تا میمرد. قصهش کسی نبود. گوشنگی بود، تشنگی بود. کسی در غم مردم نبود. یعنی یه چیزا رو مردم می آورد. پودر و شیشه و تریاک یه چیزا رو بیخود پریمان بود. یعنی ایرا میزد مردم قصه دنیا نبود، قصه چیز نبود. یعنی مردم مردگی مرد، ماندگی ماند. باز دیگه امارات اسلامی آمد، جمع‌آوری کرد اینجا آورد. یعنی ما مردم خیلی خوش هستیم. هم از سر ما مردم برآمد. انشالله خوشم هستیم. انشالله یک چیز یادم گرفتیم. هم مدرسه دینی میخونیم، هم بدوزی، خیاطی این چیزا رو هم یاد گرفتیم. انشالله خیلی خوش هستیم از پیش اینا. پیام من دم جوانا هست که در رو نیاین. اصلا اگر فکرش باشه، وشش باشه، کم دسرش کم عقل باشه، در رو نیاید. اینا که در راه پخته برو، راه خامه نیا. برادر ما خوب شنیدیم، خوب دیدیم ایرا زورشه. یه از راه خامه نیا. دو تا اگر اندیول سیگرتی باشه، قدم راه نرو. در راه عادی برو، در راه دین برو. یه خوب بوده. ما مردم دیدیم اینجا. انشالله خوش هستم، خوب هستم. مدت 5 سال است که من از خانه برآمدم. خانه خبر نیست که من زنده هستم مرده هستم. هیچ نه خط است، نه خبر است، نه تلفن است، نه دیگه است. یعنی یک روز پیش یک احوال آمد، از پشت پایباز آمده. باز آمدم اینجا دیدیم که خسروبریم است. اینجا بیادرزاده است. دیدم گاهی شناس، گاهی ناشناس. دیدیم که همون چی مسته. یعنی خسروبریم است. دیدیم برادرها نکنین این کارا. خانه ما 8 تا نانخور دارم. 8 تا نانخور یعنی هم سعی میکنه. پایبازش هم است، دیگه هم است. یعنی گشت گذار ما یعنی است برادرها. نکنین در این راه نیاین برادرها. عذر میکنم، خواهش میکنم راه خامه را ایلا بتین. راه پخته بیاین برادرها. یعنی حالا ما خوش هستم، بخیر از اینجا خلاص شدیم. قد بیادرم، قد چیم خانه میرم. پیش پشتکایم. خیلی خوش هستم من. خان محمد هم د ورته کیسې په لرلو سره د جوزجان ولایت له لرې پرتو سیمو څخه و او د احتیاط تیاره نړۍ کې بند پاتې و. د ژوند هره شیبه یې د درد، یوازیتوب او بېوسۍ ډکه وه، خو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینیت د هڅو په برکت هغه هم د درملنې اوږد سفر پای ته ورسوه او اوس د نوي ژوند په هیلو سره خپلې کورنۍ ته راستون شوی دی. مدت 5 سال شده بود که ایزنه ما گم شده بود. ایش درکش نبود. تا بال زنده است یا مرده است. ولایتی که کندوز، نمروز تا هیران پالیدیم نیافتیم. توسط با یک نفر که اینجا ترک شد، خوب شده رفت وطن ما، توسط همه نفر ما یافتیم.
حالا ما خوش هستیم که به خاطر خوش هستیم که اینها جمعآور شده 10 سال شده 8 سال شده 16 سال شده همینجا پیدا میشه. یک وقت بود که وقت جمهوریت همه زیر پل یا زیر چی مرده میشد، حالا گم شده میرفت. حالا خوش هستیم که امارات اسلامی همینجا که کل ولایت همینجا جمعآوری کرده. ما از این خوش هستیم. بخیر تشکر. فقط با ما ایت مملکت که کلان مولا صاحبه کلان قماندان صاحبه مثل برادر واری مملکت میمان نوازی کرد. اینا اینجا آورد کل چیزا فراوان است. اینا هم خوب شده که درس دینی یاد گرفته، کل چیزا ترک کرده، حالا خوب شده. حالا انشالله آخرش اولاداش میره، اولاداش چقدر خوش است. برادر عزیزا همه چیزا که یا تابلت یا سیگارت یا هر چی که باشه همه را ترک کنین، همه را دهان نگیرین. امان الله او خان محمد دواړه اوس د روغتیا هیلو او نوي ژوند سره خپل کورنیو او ټولنې ته راستنه شوي دي.